عوارض خروج از کشور. بچه ما همه کارامون رو انجام دادیم. الان اینجا نشستیم با گایز و دوستم رفته، یعنی همایی رفته که قهوه اینا بگیره که یکم انرژیمون بیاد بالا که بعد ساعت 8 پروازه. فعلا اینجا با بمونیم یه ساعتی و بعد پروازمون شروع بشه و بریم. من خیلی خسته‌ام. الان یه قهوه میزنیم که قشنگ فول انرژی. یس زنیم خوب میشه. سلام عرض میکنم خدمت همه بیننده. وایسا یه دور سلام میکنم خدمت همه شمایی که نشستید و دارید ما رو تماشا میکنید. من احساس میکنم برنامه تلویزیونیه ولی دست قرار نمیکنم. سلام برام بچه‌ها. کامنت بذارید آراد زیر این پست اگه از آراد خوشتون اومد. آره که بازم بیام کامنت کنید زیر این پست. من باز بیام تو ویدیوهای مونا. کامنت کنید آراد و دیسلایک هم میتونید خلاصه که الان بمونید قهوه بخورید تا بعد بریم. همه آیس لته. من لته. آیس لته نیست. آها آیس امریکانوه. من ولی لته سفارش دادم. گرم سفارش دادم. کشور زماندار مسیر داریم و در ادامه به سمت فرودگاه استانبول ادامه مسیر خواهیم داشت. در این افزایش ارتفاع همچنین در کاهش ارتفاع همچنین در پاییز مسیر به دلیل استانبول. الان ساعت 11:25 است و اینکه من اینجا رفتم وای فای فری فرودگاه رو که یه ساعت بود گرفتم و پاسپورتم. الان ما بریم چمدونا رو بگیریم که بعد بریم به سمت خونه. ولی من تو هواپیما یکم خوابیدم، یه ذره اوکی شدم کاملا. فری شاپ من سریع اومدم این عینک رو تست کنم. خیلی بامزه است. پراداه بسیار گرون. جای مورد علاقه من و بچه‌ها. من دوستم همه این عطرها رو داشته باشم. تام فورد و بقیه. البته میخوام دنبال لیبره هستم که پیدا کنم. این کوکو شانل هم خیلی آف خوبی خوردن و خیلی خوشبوه. هم این خیلی خوشبوه، هم این مدلش که خیلی خنک و تابستونیه سبزشه. اینم خیلی خوشبوه و قیمتش هم 150 تا شده. یورو ان البته اینا. چقدر خوش رنگه آخه. مگه میشه همه چیزای دیور خوشگل و خفن باشه؟ ولم کنید فقط ببینین. اینجا دنیای از شکولیه ولی اینقدر تنوع زیاده. البته الان اینجا قیمت همه به یوروه چون توی فری شاپه. مثلا آدم نمیدونه چی برداره اینقدر که تنوع داره. اینو داشته باش. با مزه ها کنار هم نشستم. مورد علاقم رو پیدا کردم، میخوام اینو بگیرم. یعنی به خاطر لیبره پا شدم اومدم. 120 یورو 90 میلش، یعنی خیلی خوبه. خلاصه بهتون پیشنهاد میکنم فری شاپ اومدین حتما لیبره بردارین. سیو میخواستم بو کنم و بگم اصلا خوب نبود با اینکه خیلی تعریفش شنیده بودم. من اصلا بوشو دوست داشتم ولی لیبره just I want this. چند تا مدل داره. من الان چند تاشو زدم که تست کنم ولی خودم میخواستم اینو بگیرم که رنگ روشنشه. حالا بقیه رو هم تست کردم ببینم چه جوریه بوش، چون بقیه رو نمیدونم بوش چه شکلیه.
خیلی خوشبوه. من لیبره خط بوی فوق‌العاده‌ای داره، یعنی قشنگ خط بوش میمونه، بر همین هم خیلی خوشبوان، خیلی خط بو دارن. الان در فری شاپ ترکیه هستیم و در قسمت هیجان انگیز دوستان تنوع موج میزند. چقدر خوشگلن واقعا اینجا. ببینید رنگ داریم، مدل آی پشتم ببینید چه خوشگله. در شما یکم از فری شاپ عطرا رو قشنگ تست کردیم که بعد موقع برگشت بدونیم چی میخوایم انتخاب کنیم و اینکه خیلی واقعا اینقدر تنوع تو فری شاپ آدم واقعا رد میده. خلاصه که یکم خوراکی گرفتیم که بریم خونه بخوریم و موقع برگشت عطر بگیریم، چون عطرها خیلی توی فری شاپ قیمتش عالیه. استانبول کارت گرفتیم همینجا که بتونیم با مترو اینا این برام بر بریم، چون اینجا میدونیم که تاکسی خیلی گرونه. خود استانبول کارت هم 130 لیره گرفتیم و بعد باید خود کارتش 130 لیره و بعد باید میتونین هر مقداری تو شارژ کنیم. حالا ما فکر کنم 300 تا شارژ کردیم چون صبحانه گرفته و اینکه دیگه راحت میشه رفت آمد. موهای من اینجا منتظر موندیم که سوار این باسا بشیم بریم و اینکه یه غذایی هم گرفتیم الان اینجا که بخوریم، چون دیگه الان اینجا ساعت 1:30 و ما قراره بریم خونه. جایی که گرفتیم فردا شروع کنیم که میخوایم با هم کلی جای خوب بریم و الان میگه خیلی خستم، منتظرم که این واسه تایمش برسه که سوارشیم و بریم. بچه این خونه مایه که ما رسیدیم و اینکه هنوز میریم بالا. الان شب من فردا قشنگ نشون میدم اینجا رو، خیلی باحاله. حالا باید بریم توی طبقه خودمون. اینجا خیلی خوشگله، فکر کنم توی روز خیلی بامزه باشه. حالا فردا قشنگ نشون میدم. سلام، صبح بخیر از استانبول. من به همه بینندگان چنل مونیتا رسیدیم تکسیم با بچه ها.